یه دختر بلوند، چش آبی، خوش هیکل و کونگنده اشتباهاً با یه مرد جذاب جوان و پولدار ازدواج میکنه و شب و روز به روش‌های مختلف ترتیبش داده میشه. منظورم از اشتباهاً همون شب‌های لاس وگاسه که تا خرخره مشروب میخوری و حتی نصف شبی میری ازدواج میکنی. اما دوتاشون خیلی از هم بدشون نمیاد و با وجود اینکه میخوان از هم طلاق بگیرن، اما تا موقع طلاق یه جوری پوزیشن‌های مختلف رو روی دختر اجرا میکنه که پشماتون بریزه. در ادامه این ویدیو دادن این بلوند جذاب و شاهد خواهید بود. پس با ما همراه باشید. خب، طبق معمول در اول فیلم این جگر طلا رو داریم به اسم ایو که با دوستش اومده وگاس خوش بگذرونه. به طور اتفاقی با یه گل پسر به اسم دیوید آشنا میشه و چیزی نمیگذره که صبح بعدی دوتاشون از توی دستشویی هتل بیدار میشن. پسری که گفتیم اسمش دیویده یه خواننده معروف و انقدر پول داره که 100 تا ایو میخره. اما همین که دختره پا میشه میبینه یه حلقه الماس تو دستش و انگار دیشب یه گوهای خورده، یعنی با دیوید ازدواج کرده. بابا این که گوخوری نیست، خوش به حالت. تنگ بازی در میاره و نمیدونم بالا میاره و میزنه به سر و صورتش. دیویدم میگه باشه رفیق، وکیل هامو میگم کارای طلاق رو ردیف کنن، انقدر چوسی بازی در نیار. سری دختره راه میفته سمت خونه و وسط راه کلی خبرنگار و تلویزیون مزاحمش میشن که چه کاری کردی که تونستی مخ دیویدو بزنی. تو خونه هم باباش میگه یه روز گذاشتیم بری وگاس، الان این بلا سرمون اومده، نمیتونی خبرنگارا رو از تو حیاط بکشیم بیرون. اما دیوید مزه کلوچه ناب ایشون هنوز تو دهنش و راننده‌شو میفرسته که واسه کارای طلاق ایو از پورتلند به لس آنجلس بیاره. دختره میره خونه دیوید، میبینه خونه نیست که دیسکوه. با مل آشنا میشه که واقعا پسر خوبیه و عضو باند موسیقی دیویدیناست. بعدش دیوید اونو میبینه، میگه خوش اومدی زن، میبرتش طبقه بالا، میگه امشب همینجا بخواب ببینم فردا چی میشه. اما دختره از اونجایی که یکم خارش داره میاد پایین، میبینه دیوید کلن سرش با دوست دخترش گرمه. در همین حال این کنگوشات که اسمش جیمی باشه میاد میگه جون به داداشم که دادی به ما هم بده دیگه، مال ما خار نداره، میدونم تو هم جنده ای. اما دیوید میاد اونو از پیش داداش لاشیش میبره اتاق و میگه جوم نخور کسکش، اینجا همه بکن در رو هم میزنن پارت میکنن. خب روز بعدی وکلا میان و یه سند میدن به ایو، میگن اینو امضا کن کار تمومه. اما توی سند نوشته که انقدر بهت پول میدیم صداشو در نیار. اینم که از خودشه بهونه دستش میاد، میگه من پولاتونو نمیخوام، گم شید. بدو میره بیرون و خوشبختانه مل اونو میبینه، میگه بیا بریم خونه من، اینجا امن نیست. میره خونه مل اونجا بهش میگه ببین دیوید پسر خوبیه، اگه امکانش هست باش کنار بیا. در همین حال خود دیوید میاد با دختر حرف میزنه، میگه اشکال نداره، حالا خیلی هم عجله ای نیست، میتونید چند مدتی اینجا بمونی. بعدش صبح زود به توافق هم راه میافتن سمت شهرستان و دیوید که بدجور تو کف کلوچه ایشونه بهش میگه رفیق بیا بریم، من مکان دارم اونجا بمونیم. با هم میرن یه ویلا که مربوط به خود دیوید میشه و چند کلام اونجا با هم حرف میزنن. دیوید میگه چند روزی که اینجا هستیم فقط با هم دوست باشیم، منم بهت کمک میکنم به یاد بیاری اون شب چه اتفاقایی افتاد. میرن لب دریا و پسر میگه بیا ببوسمت، شاید یه چیزایی یادت اومد. مگه نگفتی با هم دوستیم؟ اما خب همون میبوسن و کارهای خاک برسری شروع میشه. میرن بغل هم میخوابن و ایو میگه اب نداره، هنوزم شرعاً زنمی دیگه، تنگ بازی در نیار. روز بعدی دوتاشون لباس انتخاب میکنن که وسطش به بازی میافتن به جون هم و تا بخوان لخت کنن یهو در به صدا در میاد. هم و زنش که دوستای دیوید باشن براشون غذا میارن و با هم آشنا میشن. شب کنار هم میمونن و کلی خوش میگذرونن. دم صبح هم دیوید میاد میگه بده دیگه الان وقتشه، اما دختره حواسش جمعه و میگه الان نه رفیق، من باید بدونم قصدت چیه. اینم کلوچه ندیده میگه به خدا من نمیخوام طلاقت بدم و اینا. ایوم میگه باشه یه مدتی بیخیال طلاق میشیم، بیا خوش بگذرونیم. کنار هم میخوابن و صبح زود مل و دوستاش میان میگن جمع کنید که باید آهنگ بسازیم، کار داریم. اما پسره میگه مزاحم ما نشید، من شب اینو نکردم، همین الان باید تلافی کنم.
میبرتش اون یکی اتاق و یه جوری از جلو عقب ترتیبشو میده که دختره به گوه خوردن میفته. میگه همون طلاقو بیارید که نمودید ما رو. خلاصه چند مدتی اونجا میمونن و دختره هم با دوستای دیوید آشنا میشه. میبینه آدمای بدی نیستن. با زن پم میره یه کافه و اونجا این چیز کلوفت به زور خودش رو به ایو میماله، اما دیوید میاد دعوا میشه و نشون میده که راستی میخوامت. یکم با هم دیگه توی خونه بحث میکنن، اما حتی بحثشون هم به بکن میرسه. یعنی براتون سوپر آوردیم رفقا، سر تا پا سوپره. روز بعدی دختری داره صبونه درست میکنه، بازم دیوید میاد لختش میکنه و یه دست اونجا میکندش. بابا یکی به این یکم کافور بده، الان میاد همه رو میکنه. خب مسافرت تموم میشه، برمیگردن لس آنجلس. اونجا دختره یکی دیگه از اعضای گروه به اسم مارتا رو میبینه که خیلی به ایو رو نمیده. معلوم نیست کی اینو بد کرده که انقدر عصبیه. با هم میرن دوش میگیرن و یه دست از عقب اونجا هم ترتیبش داده میشه. آره دیگه، دوست دختر آدم پولدار بودن همینه رفیق. کنسرت برگزار میشه و ایو هم تماشا میکنه که شوهرش چقدر با استعداده و عجب صدایی داره. مارتا هم میاد کنارش میگه ببین این حلقه و این کسشعرا به جایی نمیرسه، خیال تخت. طرف نگران میشه. بعد کنسرت میخواد بره دیویدو ببینه، درو باز میکنه که به به، مارتا و دیوید لب به لب دارن حال میکنن. قهر میکنه میاد پورتلند. دوستش هم بهش میگه بیا رفیق، من میدونستم وقتی ازت سیر شد برات میگردونه، اب نداره. دختر میچسبه به کار و زندگیش و خوشحاله که حداقل نانازش یه هوایی بخوره این مدت. اما یکی از شبها که رفته پارتی، دیوید بازم سر و کله‌اش پیدا میشه. میگه بیا بده. دختر میره تو کوچه، میگه ولم کن، نمیخوامت خیانتکار. اما دیوید اونو میکوبه تو دیوار و همونجا سرپایی ترتیبشو میده. یعنی دیگه من مطمئنم کون خود دختره میخوره، وگرنه اینجوری هیچکی نمیتونه به زور کسیو بکنه. ایو به دیوید میگه الان نمیتونم حرف بزنم، فردا میحرفیم. اما فرداشم پسرا رو سر کار میذاره و با خودش میگه این یه ماه الاف بودن و اون همه آبروریزی رو از کونت در میارن. داف بودن و بلند بودنم واقعا یه نعمته، وگرنه پسر خیلی جذابه ها. البته توی این مدت دیوید چند باری به تخت خواب ایو نفوذ میکنه و ترتیبش رو میده، اما خب تنگ بازی های این جنده هنوزم ادامه داره. تا اینکه یکی از روزها مارتا میاد دیدنش، میگه جیمی و دیوید منو از باند کشیدن بیرون، منم اومدم که معذرت بخوام چون من قبلا دوست دختر دیوید بودم و اون شبم به زور ماچش کردم. دخترم حقیقت رو میفهمه، میره کنار دیوید، میبینه طرف براش آهنگ نوشته و تکمیلش کرده. دوباره با هم آشتی میکنن و دوباره میرسیم به کسکلک بازی و یه بکن دیگه هم میبینیم. بعدش دختره یه حلقه به دیوید میده و فیلمم همینجا به اتمام میرسه. امیدوارم از دیدنش لذت کافی برده باشید. تا داستان بعدی، خدا نگهدار.